خداوند را به جلال و قوت توصیف نمایی، در زینت قدوسیت او را با هم پرستیم. یهوه را هم گوییم و نام او را بخوانیم، به تمامی قوت روی او را بطلبیم. گوییم عیسی آمده و سلامتی آورده، با فیض خود بخشش ها به کلیسا هدیه داده. گوییم عیسی عظیم است و مسیحا بی‌نظیر است، حضورش پر جلال است و آوازش دلنشین است. آسمان شادی کند و زمین سرور نماید به حضور خداوند که به داوری می آید. مقدسان با بربط و بود به تمام قوت، در حضور پرجلالش با شادی و مسرت